بسم الله الرحمن الرحیم. جناب ما رئیس جمهور افغانستان ایده بر شما تبریک میگم و از طریق شما به بانوی اول افغانستان دوستای رسانه اینجا قرار شد که فرصت برای ما بتن و چند کلمه در رابطه به این روز مبارک صحبت داشته باشیم. بدون شک هدف اصلیشی بود که عید را بر شما خانواده محترم و تمام همکارانتان که در روزهای عید زحمت میکشند تبریک عرض بکنیم. روزنامه‌نگاران افغانستان، گزارشگران، مسئولین رسانه‌ها که اینجا حضور دارند بدون شک از توجه مدبرانه شما به آزادی اطلاع رسانی و آزادی رسانه‌ها تشکر میکنند و ما امیدوار هستیم که این فضایی که امروز ایجاد شده در زمینه آزادی اطلاع رسانی که یکی از ارکان اساسی دموکراسی ها است این در سایه شما و با توجه بیشتر شما قوام پیدا بکنه و ادامه بیابه. بدون شک خطراتی هم متوجه رسانه ها و روزنامه‌نگارای افغانستان است و ما انتظار داریم که همان گونه که بارها به اصطلاح اطمینان لازم را از شما در جهت مبارزه با خطراتی که متوجه روزنامه‌نگاران است دریافت کردیم، این ادامه پیدا بکنه و ما در زمینه آزادی اطلاع رسانی تجربه بیشتر داشته باشیم و درس بزرگی برای همان گونه که امروز درس بزرگی برای کشور منطقه هستیم، درس بزرگی برای جهانیان هم ارائه بکنیم. یک بار دیگه عید شما مبارک و عید از طریق ما، از طریق شما و به نمایندگی تمام روزنامه‌نگارا عید را به بانوی اول افغانستان هم از جانب ما تبریک بگوییم. تشکر از شما. بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه جلالت مآب محترم رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان، خانواده بزرگ رسانه های کشور، در قدم نخست عید سعید اضحی را به تمام هموطنان عزیزم به خصوص جناب رئیس جمهور و هم مسلکای عزیزم نماینده های رسانه ها تبریک و تهنیت عرض می کنم. بسیار تشکری می کنیم از جناب رئیس جمهور که اولین سال است که همچون ابتکار گرفته شده و گروه های مختلف در عید آمدن به ارگ و صحبت های خود با رئیس جمهور داشتن. بدون شک که در طول سالهای گذشته بزرگترین دستاورد حکومت افغانستان بحث آزادی بیان و آزادی رسانه ها بود، ولی کار ما وقتی به نتیجه میرسه که در حکومت جدید هم که یک سال گذشته امی پروسه تداوم پیدا کنه و همچنان هم از رسانه های دولتی و هم از رسانه های آزاد به حساب حمایت قوی ارگ و به خصوص شخص خود رئیس جمهور وجود داشته باشه. در بحث رسانه های دولتی در سالهای گذشته متاسفانه که توجه خیلی کمتر شده، ولی ما با یک طرح جدید و با تشکیلات بسیار مؤثر و خرد و همچنین با یک برنامه خاص نزد جناب شما میاییم و حمایت شما را میخواهیم. در بحث رسانه های آزاد هنوز هم نیازمند از این هست که دولت توجه بیشتر داشته باشه به رسانه های آزاد کشور، به خصوص در قسمت حقوقی که سایر خبرنگارا در دیگر کشورهای جهان داره توجه جدی دولت و مسئولین رسانه ها نیازمند هست. هنوز قراردادهایی که هست از هم مسلکای عزیز ما، از دوستای عزیز ما در خانواده مطبوعات قراردادها معیاری نیست. جناب رئیس جمهور، هنوز حق تقاعد برای حرفه های آزاد مثل خبرنگاری در افغانستان تسجیل نیافته و مثل از این بسیار چالش های دیگه هنوز خبرنگارای ما در افغانستان مواجه هستند. هم خبرنگارای دولتی و هم غیر دولتی با خشونت هنوز مواجه هستند که ما نمیخوایم روز عید در این موضوعات زیاد صحبت کنیم، ولی فرصت بسیار نیاز هست که ما در این باره بحث بسیار جدی هم با مسئولین رسانه ها و هم با دولت داشته باشیم که سالانه دیگر رقم خشونت علیه خبرنگارا پایان بیاید و ما دیگر شاهد این مسائل نباشیم. یک بار دیگر از حمایت شما بر آزادی بیان، از حمایت شما از خانواده رسانه های بزرگ کشور تشکری خاص دارم رئیس جمهور و امیدوار هستم که انشالله این نشست ها با مسئولین مطبوعات بیشتر شود.
مطبوعات به خصوص مطبوعات دولتی زبان مردم و زبان حکومت هستند و رسانه‌های آزاد هم ثابت ساختند در طول از این سالها که واقعاً حمایتگر خوب دولت هستند. امیدوار هستم که این همکاری متقابل بین رسانه‌های دولتی و رسانه‌های آزاد با دولت وجود داشته باشه تا ما بتانیم دشمن مشترک خود همه ما شکست بدیم. تشکر از شما. توفیق پیشوای بشریت خدمت همتان تقدیم میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ډیر ښه راغلاست، پلې مو راغلی له دې نه چې دې سهار کې کورونه م پرېښودل، عزیزان م پرېښي دي او دلته راغلي د زړه له کومې نه مننه. خدای مو راوله، خدای مو په خیر ساته، خدای مو همیشه ساته. روز سعیدی به تمام خانواده مطبوعات افغانستان از صمیم قلب تبریک میگم و امید است که روز به روز در قوتتان، در اهمیتتان و در تاثیرتان زیادتی بیاید و قویتر و محکمتر شود. نقطه اول از جناب کاوس ابراز امتنان میکنم. آزادی هر چقدر لجام گسیختن باشه به دیکتاتوری ترجیح داره. یه اصل است که من از دل و جان به این معتقد هستم. بنابراین کسایی که میگن که آزادی محدود شود خلاف عقیده بنیادی است. وقت کار داره. آزادی دو رقم است. آزادی منفی و آزادی مثبت. آزادی مثبت و آزادی است که آیسا برلین فیلسوف بزرگ انگلستان یکی از چیزای عمده‌اش همین بود. آزادی مثبت و آزادی است که در انجام از آزادی دیگران در خطر مواجه نمیشه. و این یک بحث سرتاسری در جامعه ما است. عملی شدن قانون اساسی اساسات آزادی مثبت تغییر میده. آزادی منفی و آزادی است که در انجامش یک قسمت مردم دیگه خسارمند میشه و معیار از این پیشنهاد میسته خود ژورنالیستای محترم تعیین کنه، نه دولت. این کار اگه دولت انجام بده سبب مشکلات انجام میشه. اما اگه میخواین نبض جامعه را امروز کار کنین باید بین این دو نوع آزادی تفکیک باشه. آزادی که با مسئولیت انجام میشه موجب اعتماد سرتاسری میشه. آزادی که به صورت منفی انجام شه مورد انتقاد قرار میگیره. از من هیچ وقت انتقاد نخواد شنیدین و امید است ندیده باشه. شدیدترین حملات سر رئیس جمهور افغانستان حقتان است. هر کس که انتقاد داشته باشه با سر درد چی. اما وقتی که سر شخصیت‌های دیگه، سر افراد دیگه و سر نهادهای دیگه حمله میشه در اینجا او تعادل بکار است. اما این تعادل ما پس به اتحادی شما میگذارم. با مرور زمان تاریخ نشان داده هر وقت که دولت مداخله کنه دی به نتیجه نمیرسه. اما اگر خودتان با معیارهای واضح بیاین این معیارهایی است که قابل تطبیق بوده. مسئله دوم مینسب ذکر کردن مطبوعات رسانه‌های دولتی ما هستند. در بخش رادیو و تلویزیون معذر هستم که طرح چند 49 به صورت جدی مورد بررسی قرار بود، اما به شرطی که دولتی نباشه، به شرطی که ملی باشه. مشکل دولت به صورت آزاد صحبت کنیم ایسته که معصیت نهایت مشکل است برشون. شما به انظور صاحب 100 مشکل داره که یک نفر اگه نهادهای خصوصی مشکلشان نیست که هیچ نوع حفاظت ندارین، نهادهای دولتی مشکلشان نیست که کمترین تغییر با زیادترین مقاومت مواجه میشه. هم دستک نداره. من مشکل پس کردن ندارم، چون او که از سر تشو چی یک نیزه چی 100 نیزه مردگاه تانی مشکل جدی داره. از او خاطر من میخوایم چنل های نو اگر یک یا دو چنل نو با وجود میه به اساسات بسیار واضح و با معیارهای مشخص مانده شه و بخشی را که تلویزیون و رادیوهای خصوصی انجام نمیده نباشه
باید این بخش انجام بده. مسئله و در اوج ما آماده استم که طرح‌های مختلف ببینیم. انظور سه به قسمت چیزا رو طرح کرده بودن، بعد از این به تفصیل امرایشان صحبت میکنیم. مر امید است به تاکید مظهر از اینکه نهادها ملی باشن نه دولتی همتون موافق باشه. فردا اعتماد نیست که از یک نهاد دولتی چی رقم استفاده میکنه و یک تلویزیون باشه کل عکسای کل اشخاص ذی نفوذی که میخواین عکسایشون نشر کنید، منتها از مرد نشر نکنید. کافی جنجال دارم. منتها دام را بنده مو ایتی مرلیم. اوس افغانستان که دو لوی دروغه دی نه؟ عجب مملکتیو. اول مولا عمر دو کالا مرلو د مړ سړي په دوام باندې د مملکت باندې تحمیلي جنگ ده. زه روغ جوړ یم، ما ته وایي چې مړ ده. نو ښه ده چې دواړه خوا دروغګویان معلوم سو انشاءالله تعالی. و سوال نکردین پایم ده هفته هفتم است. اگر به حساب امریکایی رفتار میکردیم باید 8 هفته بوت خاص میپوشیدیم، به حساب جرمنی ها فضل خدا گفتن 6.5 هفته دیگه در مابین حساب به پای آمدیم روز به روز. اما در روز بعد از عملیاتم غیر از یک روز بعد هیچ روز از 8 ساعت کم منتها در این مملکت چون مردم به 16 ساعت معلوم شدن اگه 8 ساعت کار کنم میگه نیم دیگه چی شد. حالا پس به 14 ساعت رسیدیم، چند روز بعد درست میشه. نقطه سوم تداوم مطبوعات خصوصی ماست. در شرایط 14 سال گذشته کمک بین‌المللی یک بخش عمده از این بود. بحثی را که من میخوایم امروز شما داشته باشم و امروز فرصتش نیست، تنها موضوع را عنوان میکنیم ایست که به اساسات اقتصادی مطبوعات آزاد به چه شکل سرش فکر میکنیم. این یک بحث است که باید به صورت اساسی انجام شود. جناب کاوه صاحب دیگه بزرگا ذکر که دا بحثو نکی سبا برت جنجال کراست و در این چارچوب است که من میخوام خود ژورنالیستای محترم با یک طرح بیاین که قانون کار چطور تطبیق شد. هر وقت تاسی تیاری ز تیاری، اما قدم تاسی واخلی غیر لغنه دا دی باندې بل تعبیر راځي چې زه غواړم آزادي محدوده کړم. حقوق و وجایب باید یو چوکاټ ته راسي. په دې چوکاټ کې تاسې خپله وسنجوئ چې څه کوئ، په څه ترتیب غواړئ، یو اجماع باندې راسئ. تاسې اجماع بیا موجب د دې کیدای سي چې عدلي قانوني اساس ورته کیدو. په راتلونکي 4.5 میاشتو کې زه تقنیني فرمان نسم ورکولی، مگر بیا په بل رخصتي کې که ضرورت د دې و که د پارلمان نه ستونزې ولري زه حاضر یم چې بیا تقنیني فرمان باندې کار وکړم. در دوره گذشته دیدین که قسمت مسائل عمده قانونی را ما در چارچوب فرمانهای تقنینی حل کردیم و ظرفیت وزارت عدلیه را روز به روز ما سرمایه گذاری زیادتر میکنیم. یک جلسه کابینه نیست که امروز جلسه تقنینی نباشه. 1 تا 2 ساعت هر بار در هر جلسه کابینه بخش تقنینی اختصاص داده شده. نه څه چې له پخوانه پاتې وو هغه خلاص کړي دي تر ډېره حده پورې، او هغه چې مشکلات دي او په کلونو پاتې وو ځکه چې یو وزارت بل وزارت سره موافقې ته نه رسېږي یا یوه ډله هغه زه په تصمیم حل کوم. دې برخې کې خاص وړاندیزونه مو کوي راسي. نقطه آخرم خدمتتان است که مسئولیت ما یک مشکل داریم. مشکل بنیادی ما با مقایسه باز همسایه و مخصوصا یک مملکت مثل امریکا واریست که هنوز هم تفکیک دولت و ملت ما به صورت دوامدار تاکید میکنیم، ایواز ازی که وحدت ملت دولت تاکید بیاریم. عرض ما برای کل عزیز تک که قصه کشتی رو شنیدین. در کشتی 2 نفر بودن. قصه از زمان حضرت موسی علیه السلام. یکیش یک اره را گرفت یا چاقو را که سوراخ کنه کشتی را. در مابین او بودن. و طرف دیگه طرفش دید گفت چی میکنی؟ گفته 3 خود سوراخ میکنم. 2 کشتی نیست.
خراب برادر، افغانستان یک کشتی است. از این خاطر من میخوام امروز روزش نیست، بعد از این پس شما را دعوت کنیم که شرایط واضحی را که امسال وضعی که ما سر ما تحمیل شد بقای از این مملکت بود. در این شرایط اگر ملت و مخصوصا رسانه‌های آزاد به یک آواز جهت نتین، اگر فردا کابل سقوط کرد کدامتان خدای ناکرده کدامتان در کجا خواهد بود؟ باز اون ناکامی اشرف غنی نیست، اون ناکامی دولت وحدت ملی نیست، ناکامی افغانستان است. از این جهت خواهش ما است که بین کوتاهی‌های حکومت و بین کوتاهی‌های عمومی ملی تفکیک قائل شد. اردوش بحث اساسی کار داره، چیزی که کوتاهی شخص ما باشه ما در خدمتتان هستم، چیزی که کوتاهی دستگاه حکومتی باشه ما در خدمتتان هستم. اما ایرم خراب برادر را ببینین که از کجا شروع کردیم. شاخصهای بین‌المللی واضح است. من هم میخوایم که وضعیت گذشته افغانستان سیاسی بسازم، چون مجرده که یک چیز بگوین که جزء میراث ما یک کس مثل دیوار نمکش واره فکر میکنه که انتقاد سر از اون. ما یک مشکل ملی را به میراث داریم و راه حل از این باید به اساس یک تقوای ملی و یک وحدت ملی و با هدفمند باشه. دغه مسئله لپاره زه ټول نه دعوت کوم چې هر یو د یو مسؤل افغان په حیث باندې یو بل ته لاس ورکړو او انشاءالله تعالی که لاس ورکړو دا مشکلات حل کیږي. تیر کال ایله ده چې تاسو ټول په یاد دي و باید کلتان جناب کاوه صاحب باز دوستان ما برتان پیش بینی نکرده بودم که امسال سخت‌ترین سال امنیتی خود باشه. ما برتان پیش بینی نکرده بودم که حداقل در 10 تا 13 ولایت افغانستان سر ما همزمان حمله خود شد. برتان پیش بینی نکرده بودم که مراحل جنگ توریسم و شکل توریسم به مراتب شدیدتر میشه و مهمتر میشه. بدبختانه پیش بینیم درست آمد، خوشبختانه چون پیش بینی کرده بودیم آمادگی داشتیم. و موضوعات عمده ای را که امروز در آینده سر و کار داریم، اول موضوع کاریابی اثبات است. مشکلات اقتصادی افغانستان امید است که با آمدن خزان مخصوصا زمستان ما فرصت نفس کشیدن از موضوعات امنیتی داشته باشیم. در این بخش اینال من میخوایم که رسانه به صورت اساسی امروز در این بخش داخل شوید که تغییرات بنیادی را بچیرد. دوم بحث شهر کابل است. در 10 روز بعد از یک سفر اروپایی ما خلاص شد، یک قسمت تحولات بنیادی را در شهر کابل روی دست میگیریم که شهروندا در حکومتداری به صورت اساسی سهم بگیرن و ما یک پایتخت داشته باشیم که ممثل آزادی اما هم ممثل مشارکت باشه. در این بخش از پیشتان زمینه میخواییم، ایجاد بحث میخواییم، فضای انتقاد میخواییم و مهمترین بحثی که ما شما پیش روی خود داشتیم بحث قوای بشری ماست. سرمایه بشری ما مشکلات جدی داره. من دیروز از شاگردان از محصلین پوهنتون معذرت خواستم چون من قسمت عمده زندگیم معلمی بوده، محصل دوامدار. تغییر بنیادی را که کار داریم ضرورت به یک بحث سرتاسری داره و امید است که در این بحث ها شامل باشیم. در هفته‌های آینده پس شما رو زحمت میدیم. 2 نوع مجلس ما پیشنهاد میکنم. یکی مجالسی که بحث آزاد داشته باشه که مطلق آف درک اما بحث آزاد همه جانبه باشه تا شما بفهمین که من شرایط به چی رقم میبینم و بدون سانسور من امرایتان نظریات خودشون دیگه حاضر هستم که بعد از او ماهانه یا کنفرانس‌های مطبوعاتی بگیریم یا مصاحبه خاص. به این طریق انشاءالله تعالی پیش رفته میتونیم و خواهش اساسی ما است که انتقاداتتان لطفاً شریک کنین، کمی و کاستی های ما را شریک کنین. امید است که همیشه دیده باشین که ما استقبال میکنیم. هیچ وقت انتقاد شما سوء تعبیر نخواهد شد. انتقاد شما را مسالم میدانیم. من شخصا از پیش استقبال میکنم و امید است روحیه حکومت دولت به صورت عموم روز به روز بازتر شود و نقطه را که هم ما شما باید سرش کار کنیم است که قانون رسیدگی
با آزادی اطلاعات چی رقم شکل عملی بگیره. مکانیزم‌های مشخص پیشنهاد کنین. دولت ضرورت به این داره که شفاف باشه. شفافیت بدون یک مطبوعات آزاد تامین شده نمیتونه و این من همراهتان شریک میکنم. یک حادثه بسیار بد بود و اگر امید است نتایج بسیار خوب باشه. هفته گذشته در ولسوالی فرخار یک قماندان غیر مسئول در دفتر یک قاضی رفت و گفت اینقدر چند صد جریب زمینه فوراً به من انتقال میدیم. قاضی امانتدار بود، گفتی این سلسله شده نمیدونم. 2 روز بعد رایش گرفت به مرگ لطش کرد. قاضی آمد خود به کابل رساند پیش جناب علیم صاحب. پری روز این قماندان ما گرفت. محاکمه علنی میشه، از پیشتان درخواست دارم که امرایم کمک کنید. چون شما گفتین یکی از چیزایی که مینسب گفت آزادی رسانه هاست، اینمه تو که سر آزادی قضات ما حاضر استم اقدام کنم در قسمت آزادی رسانه هم من در خدمتتان هستم و امید است که بتانیم این روحیه را تغییر بدیم که هر فرد میتونه که اگر 4 دانه تفنگ داره مردم زیر تهدید بگیره. چند نفر از اینا محاکمه خواد شدن و شدیدترین حبس خواد دیدن در چارچوب قانون تا ما بتونیم حاکمیت قانون عملی کنیم. بیام لطول نزدیک دیر مننه، خدای ما بخیر لره و رزمون یک مرغه او مال خو طول کورنۍ ته دی بيقول خو چې یو بل مجلس کې و ټول نیکی هیله خپل کورنۍ ته ورسوي او ټول ولس د افغانستان ته نیک اختر. خدای پامو.